پارت دوم پرونده قتل جونکو فورتا. همونطور که تو قسمت قبلی گفتم، این 4 جوونه بی‌ناموس دختر 16-17 ساله رو گرفتن، بهش تجاوز کردن، کتکش زدن. مثلا چجوری بهتون کتک زدن که واقعا شکنجهش شدن، شمع داغ ریختن، توپ آهنی ورزشی و انقدر که این دختر بدنش عفونت کرده بوده، یعنی خودشون حتی حاضر نبودن با دستشون دست بزنن بهش، دستکش میکردن، مشمع میکردن دستشون که بعد به اون بدن دختر دست میزدن که مبادا از اون عفونت اینام بگیره. خب بریم ادامه داستانمونو و این پرونده قتل خوفناک، واقعا هم خوفناکه. بعد این جونکو فورتا میمیره. بعد اینکه میمیره برادر میناتو به اون زنگ میزنه که به نظر میرسه فورتا مرده. بعد این گروه ترس برمی‌داره، این گروه که از مجازات قتل و اینو چیکار کنه چیکار نکنه، میگه جسد اونو تو پتو بپیچیم و بذاریم داخل یک کیف مسافرتی. بعد که این کار رو انجام میدن، جسد رو توی بشکه بزرگ گذاشتن و اونو با بتون مرطوب پر کردن. حوالی ساعت 8 بعد از ظهر آنها آن را بار کردند و در نهایت بشکه را در یک کامیون سیمان در کوتو توکیو دور ریختند. در طول این اسارت فورتا چندین بار به اسیر کنندگانش اشاره کرده بود که از اینکه نتوانسته قسمت پایینی تنبو رو تماشا کنه ناراحته. میانو نوار ویدیویی اپیزود را پیدا کرد و در کیف مسافرتی گذاشت. همونطور که بعداً توضیح داد، به این دلیل نبود که به فورتا رحم کرده، بلکه به این دلیل بوده که نمیخواسته او به عنوان یک روح برگرده اون رو تعقیب کنه. یعنی چقدر اینا عوضی بودن، حتی نذاشون قسمت سریالی که نتونسته نگاه کنه رو بهش نشون ندادن و آخر سر داخل اون کیفه که این جسد فورتا رو گذاشته بودن این نوارم میذارن که حس عذاب وجدان و اون روح بر نگرده که اینو تعقیب کنه. در 23 ژانویه 1989 میانو و اوگوارا به دلیل تجاوز گروهی به دختر 19 ساله‌ای که در دسامبر بوده شده بودند دستگیر شدند. در 29 مارس 2 افسر پلیس برای بازجویی از آنها آمدند، زیرا لباس زیر زنانه در محل اختفای آنها پیدا شده بود. در طول بازجویی میانو معتقد بود که یکی از افسران مقصر بوده و اون رو در قتل فورتا آگاه است. میانو با فکر اینکه جواگو را به جنایت علیه فورتا اعتراف کرده است به پلیس گفت جسد فورتا را کجا پیدا کنند. پلیس در ابتدا از این اعتراف متحیر شد. این حتی پلیس هم اصلا تعجب کرده، یعنی چی میگه what the fuck، زیرا آنها به قتل یک زن دیگر و پسر 7 سالش اشاره داشتن که 9 روز قبل از ربوده شدن فورتا رخ داده بود. پرونده‌ای که هنوز حل نشده باقی مانده است. یعنی حتی اینا پلیس هم که اینا رو دستگیر کرده به خاطر این نبوده، به خاطر این پرونده پسر و مامانه بوده که گم شده بودن 9 روز قبل از اینکه فورتا رو اینا بدزدن. پلیس روز بعد بشکه جسد فورتا رو پیدا کرد. اون از طریق اثر انگشت شناسایی شد. در 1 آوریل 1989 اوگوارا به دلیل تجاوز جنسی جداگانه دستگیر شد و متقبلا دستگیری واتابانه میناتو و برادر میناتو را به دنبال داشت. چندین همدست دیگری که در آزار و تجاوز به فورتا شرکت داشتن به طور رسمی شناسایی شدند، از جمله تسو ناکامورا و کویچی ایهارا که پس از یافتن دی ان ای آنها روی و داخل بدن قربانی به تجاوز متهم شدند. یعنی فکر کن به جز این 4 پسر چندین آدم دیگه هم بوده همین کاری کردن ولی هیچ کدوم حتی دلشون به رحم نیومده به پلیس خبر بدن یا اینکه بخوان دختر رو نجات بدن از دست اینا. پیگرد قانونی، میریم وارد یه بخش دیگه. هویت متهمان به دلیل اینکه همگی در زمان ارتکاب جنایت نوجوان بودن توسط دادگاه مخفی شد. روزنامه‌نگاران مجله شوکان بونوشون هویت آنها را کشف و آنها را منتشر کرد، به این دلیل که با توجه به شدت جنایت متهم مستحق حفظ حق ناشناس ماندن آنها نیست. خب واقعا نباید پنهانی، نمیدونم اصلا قانون این کشور ژاپن چه جوریه، آدم پشماش میریزه. حالا بذار بریم جلوتر که حتی اینا رو اعدام هم نکردن،
فکر کنم فقط بهشون زندانی دادن. میگم براتون هر 4 متهم به جای قتل به ارتکاب جراحت بدنی منجر به مرگ اعتراف کردند. در ژوئیه 1990 دادگاه بدوی هیروشی میانو رهبر جنایت را به 17 سال زندان محکوم کرد. او به حکم خود اعتراض کرد، اما قاضی دادگاه عالی توکیو ریوجی یاناسه او را به 3 سال زندان دیگر محکوم کرد. حبس 20 ساله دومین محکومیت طولانی مدت در ژاپن قبل از حبس ابد است. او در زمان قتل فورتا 18 سال داشت. پس از آزادی میناتو نزد مادرش نقل مکان کرد. با این حال در سال 2018 میناتو پس از ضرب و شتم یک مرد 32 ساله با میله فلزی بریدن گلوی او با چاقو دوباره به اتهام اقدام به قتل دستگیر شد. فکر کن اینو کلاً 3 سال داخل زندان انداختم، بعد آزاد شده رفته پیش مادرش دوباره با میله و چاقو ضرب و شتم کرده، یه مرد 32 ساله دیگر رو کشته، دوباره باز به اتهام قتل دستگیر شد. اصلا خب وقتی که میبینی طرف با یه دختر این کارو کرده دیگه میفهمین که اون انسان نیست، یعنی اصلا احساسی چیزی تو وجودش نداره. واقعا آدم میمونه چی بگه. نمیدونم نظر شما چی هست، تو کامنت ها بگین. اگه شما جای قاضیه بودین به این 4 تا و اون چند تا دیگه که تجاوز کردن به اون دختر چه حکمی دادین؟ واقعا من میگم کمتر از قصاص، یعنی قصاص همینجوری دار زدن نه، قشنگ بگیرن یا رو تیکه تیکش کنن. واقعا چجوری دلشون اومده نمیفهمم اصلا. یاسوشی واتابانه که در ابتدا به 3 تا 4 سال زندان محکوم شده بود، حکم ارتقا یافته‌ای از 5 تا 7 سال دریافت کرد. او در زمان قتل 17 سال داشت. جوابورا برای نقشی که در این جنایت داشت 8 سال را در یک زندان نوجوانان گذراند تا اینکه در اوت 1999 آزاد شد. گفته می شود که او به نقش خود در ربودن و تجاوز و شکنجه فورتا افتخار کرده است. عجب بی‌ناموس بوده افتخارم کرده. خب قطعا که این یک انسان نبوده، حیوانم حتی برازندش نیست. نمیدونم آدم چی بگه که حتی افتخارم کرده. در ژوئیه 2004 اوگارا به دلیل ربودن و شکنجه مردی به نام تاکاتوشی ایسونو، آشنایی که او فکر میکرد با دوست دخترش در ارتباط بوده، دستگیر شد. اوگارا ایسونو را تعقیب کرد، او را مورد ضرب و شتم قرار داد، سپس او را داخل کامیونش انداخت. اوگارا ایسونو را از آداچیکو توکیو به بار مادرش در میساتو سایتاما برد. در طی آن مدت اوگارا بارها این مرد را تهدید به کشتن کرد و به او گفت که قبلا آدم کشته است و می‌داند چگونه است پس آن برآید. او به اتهام تعرض به ایسونو به 7 سال زندان محکوم شد و از آن زمان آزاد شده است. مادر اوگارا گویا قبر فورتا را خراب کرده و گفته که دختر مرده زندگی پسرش را ویران کرده است. قطعا مامانش هم بیزی بوده، حتی رفته قبر اون فورتا اون دختر بنده خدا رو خراب کرده. نمیدونم واقعا عجیب. از اونجایی که باردار مادرش بار، یعنی از همین چیزی کلب اینا که پارتی مارتی میگن بهش، چی میگن، میرن مشروب و درینک اینا میزنن. خب قشنگ معلومه دیگه چه خانواده‌ای بوده که همچین غلطایی کرده و مادرش همچین کاری کرده. آدم دیگه میفهمه که اینا انسان نیستن. میناتو که در سال 2004 از آزادی مشروط او خودداری شد، در سال 2009 از زندان آزاد شد. در ژانویه 2013 میانو دوباره به دلیل کلاهبرداری دستگیر شد. به دلیل شواهد ناکافی او در اواخر همان ماه بدون اتهام آزاد شد. نوبوهارو میناتو اکنون شیجینی میناتو که در ابتدا به 4 تا 6 سال حبس محکوم شده، پس از تجدید نظر توسط قاضی ریوجی یاناسه مجدداً به 5 سال تا 9 سال محکوم شد. او در زمان قتل 16 سال داشت. والدین و برادران میناتو هیچ اتهامی نداشتند. والدین فورتا از احکامی که قاتلان دخترش را دریافت کردند ناامید شدند. یعنی خب منم ناامید شدم دیگه. اونا فکر کنم مادر پدر اون دختر بودن، خب قطعا از این حکمی که دادن ناامید میشن دیگه. اگرچه برنده ادویه مدنی علیه والدین میناتو شدند که جنایت در خانه آنها انجام شد. بنابر گزارش‌ها مادر میناکو پس از فروش خانه طبق دستور دادگاه مدنی 5 میلیون ین $42,500 آمریکا غرامت به والدین جونکو فورتا پرداخت کرد.
پس از دادگاه. مراسم تشییع جنازه جونکو فورتا در 2 آوریل 1989 برگزار شد. یکی از دوستانش در یاد بودش گفته خوش اومدی جو چان، هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوباره اینجوری ببینمت. حتما خیلی زجر کشیدی. خوشحالی که همه ما برای تو جشنواره در مدرسه برگزار کردیم. ما هرگز تو رو فراموش نخواهیم کرد. شنیدم مدیر مدرسه به شما گواهی فارغ التحصیلی داده است، بنابراین ما با هم فارغ التحصیل شدیم. همه ما جوچان، دیگر نه دردی وجود دارد نه رنجی. لطفاً آرام بخوابی. کارفرمای آینده فورتا یونیفرمی را به والدینش ارائه کرد که قرار بود او بپوشد. یونیفرم را در تابوت او گذاشتند. هنگام فارغ التحصیلی مدیر مدرسه فورتام دیپلم دبیرستان را به او داد که به والدینش داده شد. مکان نزدیکی که جسد فورتا در آن کشف شد از آن زمان توسعه یافته است و اکنون به پارک واکاسو تبدیل شده. در آن زمان مردم ژاپن نگران اپیدمی جنایت خشونت‌آمیز تحت تاثیر ایالات متحده بودند که آن را بیماری آمریکایی می‌نامیدند. حداقل 3 کتاب در مورد جنایت نوشته شده است. خب این داستانم تمام شد. داستان که نه، یه جنایت قتل وحشتناک. یه بیوگرافی دیگه از این پرونده قتل بدم بهتون و این تمام بشه و بره. قتل جونکو فورتا. موقعیت آداچیکو توکیو. تاریخ 25 نوامبر 1988، 4 ژانویه 1989، 36 سال پیش. گونه حمله: قتل توسط شکنجه، کودک کشی، آدمربایی، کودک ربایی، سوء استفاده جنسی از کودکان، تجاوز گروهی. اسلحه مختلفی داشتن. قربانی که همونطور همه میدونیم جونکو فورتا 17 ساله مرتکبان: هیروشی میانو، شیجینی میناتو، یاسوشی واتابانه، جواگورا. انگیزه: رد شدن درخواست قرار توسط جونکو. یعنی فکر کن دختره، تو میری به دختره میگی یارو بیا با هم بریم سر قرار و فلان و اینا، کافه جایی میگه نه. بعد شما میری با 4 تا دوستت میگیری اونو بازی میدی که گولش میزنی. بعد میاری 2 ماه تمام بهش تجاوز میکنی، نه تنها خود 4 تا دوستت بلکه یه عالمه آدمای دیگه. یعنی فکر کن فقط واسه این که دختری گفته نه من با تو نمیخوام قرار رو دارم. محکومیت: آدمکشی، قتل جونکو فورتا. حکم میانو 20 سال زندان، میناتو 5 تا 9 سال زندان، یاسوشی واتابانه 5 تا 7 سال زندان. جو آگورا 8 سال در کانون اصلاح و تربیت. دادخواهی والدین میناتو دستور پرداخت غرامت به والدین فورتا را دریافت کردند. هرچند هم پول بده باز کار وحشیانه‌ای واقعا کردن. مثلا خودم خوندم این پرونده رو، شنیده بودم راجعش، ولی الان خوندم و ضبط کردم، مثلا یه جوری شدم واقعا آدم میمونه چجوری دلشون میاد آخه. یعنی دل ندارن، احساس ندارن، واقعا کجا دارن میرن آدم ها. و ژاپن که اینقدر کشور توسعه یافته و پیشرفته نباید اصلا اینجوری باشه. خب بچه ها دیگه زیادی تایم ویدیو رو طولانی نکنم. خیلی ممنونم که تا آخر گوش دادین و اینا. اگه بازم داخل ویدیو توپاقی چیزی زدم عذرخواهی میکنم ازتون. امیدوارم که لول ویدیوم ببرم بالاتر و کمتر توپاق اینا بزنم. اولشه آره دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید منو. ممنون میشم ازم حمایت کنید، ویدیومو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. آره دیگه تا یه داستان دیگه، یه پاک دست یا یه ویدیو اینجوری دیگه، ماچ به کلتون. دوستتون دارم. بای بای.